درود بر شما. دکتر مرادی، درود بر شما. خوب هستید؟ ممنون. روزتون بخیر باشه. ظهرتون بخیر. مرسی، ممنون، متشکر. ممنون از شما. وقت شما هم بخیر. خیلی ممنون، خوشحالم که مرسی. مجدد میبینمتون. به همچنین من هم همینطور. دوستان پس عزیز، اه، همراهان دارن جوین میشن. اگر موافق باشین دکتر مرادی، کامنت ها رو ببندیم. اگر فرصت بود در انتهای برنامه باز بذارید. نظرتون چیه؟ فرق نمیکنه بازم باشه بهتره. باشه، بعضی وقتا اوکی. مثلا من میبینم که مردم چه سوالایی دارن سوال مثلا میپرسن. جواب میدم. بله، آره. البته دو تا از دوستان برام چند تا سوال فرستادن، ازتون بپرسن. سوالایی داره زیادتر میشه. بله. خب دوستان عزیز، امروز در خدمت دکتر رضا مرادی هستیم، جراح چشم پزشک و مؤسس کلینیک آیکانیک در اورنج کانتی. دکتر مرادی، در خدمت شما هستیم. اگر میخوایم بیشتر خودتون رو معرفی کنیم برای همراهانمون. فکر کنم دیگه جامع و کامل بود دیگه. همین من جراح چشم پزشک هستم، فوق تخصص قرنیه و لیزیک توی اورنج کانتی هستم و همین قبلا هم که سان فرانسیسکو بودم. خب خیلی از دوستان هنوز فکر میکنن که من سان فرانسیسکو هم، ولی دیگه کامل اومدم سمت اورنج کانتی و لس آنجلس. درسته، بسیار عالی، ممنون. خب چشم همونطور که همه میدونن یکی از راه‌های ارتباطیه که ما با محیط داریم و شاید بیشتر اطلاعات رو از محیط با ما از طریق چشم هامون دریافت میکنیم و خب خیلی مهمه که به سلامتیش اهمیت بیشتری بدیم. برای همین شد که من گفتم این آگاهی رسانی رو بکنیم بیشتر و از شما دعوت کردم و ممنون که دعوتم رو قبول کردید. اولین سوال رو بپرسم، با این شروع کنم که از چه سنی چکاپ لازمه برای چشم ها؟ از بعد به تولد. یعنی خیلی شاید البته خب لزوما حالا معاینه چشمی تو مطب چشم پزشک اتفاق نمیفته، ولی بچه هایی که به دنیا میان توی بعد به تولدشون، بعد 6 ماهگی و 3 سالگی باید چشمشون چک بشه، چون خیلی از بیماری ها ممکن هستش که در بعد به تولد وجود داشته باشه یا در ادامه در همون سن خیلی کوچک، کودکی یا نوزادی و در واقع زمانی که بچه ها هنوز شیرخوار هستن اتفاق بیفته. برای همین مهم هستش که چشمشون مثل همه قسمت های دیگه بدنشون معاینه بشه. میتونه توسط متخصص اطفالی که در این زمینه تعلیم دیده باشه انجام بشه، میتونه توسط پزشک که حالا داره از بچه یا کودک مراقبت میکنه اتفاق بیفته، یا اگر که احساس بکنن که توانایی این کارو ندارن یا متوجه یک یافته غیر طبیعی بشن، حتما ارجاع داده بشه به چشم پزشک متخصص اطفال و اگر دسترسی نبود خب چشم پزشکای عمومی هم میتونن معاینات اولیه رو انجام بدن و در صورت نیاز ارجاع بدن به مراکز پیشرفته تر. بسیار عالی، مرسی، ممنون. آیا بعد بعضی فکر میکنن بفهمید بعد بفهمید که دیگه حالا میاد تو سن بالاتر، سن پیش دبستانی و دبستان و دوران نوجوانی و دانشگاه، که اونم دیگه باز بهتره که معاینات مرتب انجام بشه. اکثر کشورها یک پروتکل قلب‌آگری دارن، قبل از مدرسه که چشم بچه‌ها رو چک میکنن که اونجا متوجه بشن که چشم بچه‌ها ضعیف نیستش، ولی در حال باز هم توصیه میشه که چشم بچه‌ها تو در دوران پیش دبستانی و دبستانی هم توسط متخصص اطفال، چشم پزشک اطفال چک بشه، یا حتی خود متخصص اطفال اگر احساس بکنه که میتونه این کار رو انجام بده که متوجه ضعیفی چشم یا بیماری‌های دیگه توی چشم بشن و اگر نیاز از عینک استفاده بشه عینک تجویز بشه و موارد این چنین. مرسی، خیلی ممنون. چند تا از دوستان من هستن که میگم خب چک میکنین چشاتون رو، میگن که نه خوبه، میتونی ببینی، مشکلی نیست. آیا فقط این چکاپ چشم برای این هستش که نمره چشم مشخص بشه یا ممکنه بیماری های دیگه چشمی هم یعنی متداول هست و ممکنه داشته باشن اشخاص؟ اتفاقا این خیلی سوال خوبی بود، چون واقعا این اتفاق و خیلی افراد این کانسپت رو دارن، این باور رو دارن که معاینه چشم فقط این هستش که خب آیا خوب می‌بینی یا نمی‌بینی، اگه خوب می‌بینم پس من عینک لازم دارم، پس معاینه چشمم لازم نیست انجام بدم. اولا که خیلی از این افراد درک درستی از خوب دیدن ندارن، فکر میکنن خوب دارن می‌بینن، ولی وقتی میان میشینن جلوی چارت بینایی سنجی و ازشون میخواد که حروف رو بخونن و برن بالا و پایین، تازه میفهمن که اوه چقدر من دیدم بعد مثلا نمیتونم حروف رو بخونم، چون همیشه فکر میکردن که دید خوب همین چیزی که اینا دارن دیگه چیز بهتر از این وجود نداره. پس یک نکته اینه که اولا که اینا مطمئن بشن که حالا حداقل کارش اینه که میتونن تو خونه با 2 3 نفری که دور برشون هست
تابلو نوشته ساعت روی دیوار تلویزیون رو با هم دیگه مقایسه کنن، ببینن زیرنویس‌های تلویزیون رو با هم از فواصل مختلف میتونن بخونن، یا مثلا اگر رو دیوار نوشته هست علامتایی که توی خیابون هست موقع رانندگی، ببینن همسرشون، دوستشون، بچهشون همون دیدو داره یا اونا بهتر از اونها، دورتر از اونها میتونن ببینن. پس این یک نکته هستش. دو اینکه تو معاینه چشم، و در واقع ما وقتی میگیم به معاینه چشم میشید، در واقع چک کردن بینایی قدم اول هست که آقا عینک لازم داری یا نداری، دیده 10 20 یا مثلا به خود آمریکا یا 20 یا مثلا دیده 14 16. این فقط میشه قدم اولیه. بسیار موارد دیگر هستش که تو معاینه چشم بررسی میشه، از جمله سلامت کلی چشم که آقا این چشمی هستش که ملتهب هست یا نیستش، چشمی هستش که خشک هست یا نیست، چشمی هستش که آب مروارید داره یا نداره، چشمی هستش که آب سیاه داره یا نداره، چشمی هستش که در معرض ابتلا به هر کدام از این بیماری‌ها هستش، چشمی هستش که به خاطر فشار خون یا دیابت یا چربی یا مثلا بیماری MS یا بیماری لوپوس تحت تاثیر قرار گرفته یا نگرفته. اگر کسی روماتوید آرترایتیس داشته باشه، روماتیسم داشته باشه، آیا این به چشمش زده یا نزده. تمام این موارد توی معاینه چشم بررسی میشه و فقط یک شماره چشم یا اینکه دیدشون چند دهم هستش نیستش. این اون خب خیلی خوب هستش که افراد اگه میخوان برن گواهینامه بگیرن، میخوان برن مدرسه، دانشگاه، نمره چشمشون چک بشه، مطمئن بشن که عینک لازم ندارن. اما اون چیزی که بیشتر مهم هستش و میتونه بیناییشون رو در آینده تحت خطر قرار بده، همین معایناتی هستش که گاهی اوقات به موقع انجام نمیشه، زمانی مریض به ما ارجاع داده میشه که اون بینایی تحت تاثیر قرار گرفته. یعنی اگه صبر بکنید تا زمانی که دیدتون تار بشه، مشکل پیدا بکنید، بیاد پیش چشم پزشک، خیلی مواقع ما کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. ولی اگر که در ابتدای کار چک بشه، مشکل پیدا بشه و درمان بشه، دیگه به اون مرحله نمیرسه. به قول این جمله معروف هستش که میگن پیشگیری بهتر از درمان هست. در چشم پزشکی این خیلی در واقع کاربرد داره و خوشبختانه همه چیز چشم ما میتونیم ببینیم با هم معاینه. لازم نیستش که خیلی مریض ارسال بشه به حالا آزمایشگاه، آزمایش خون بده، MRI بگیره، همه چی تو همون مطب انجام میشه و در واقع چشم پزشک میتونه اشراف کاملی به سلامت چشم پیدا بکنه با یک معاینه. مرسی، ممنون. رایج ترین اختلالاتی که هست برای چشم، بیماریایی که حالا بعضی شاید ارثی باشه، به شخص رسیده باشه، یا بعضیا در سر نمیدونم ممکنه رژیم غذایی نامناسبی داشته باشن، امکانش هست این رژیم غذایی مثلا نامناسب باعث بشه که یک بیماری چشمی بشه، یا بیشترش ارثیه یا از ژنتیکه؟ بیماری های چشمی دسته های مختلفی دارن. یه بخشش بیماری های ژنتیک هستن که خب تو سنین مختلف بروز میکنن. بسیار از بیماری هایی که ارثی هستن توی کودکی و دوران در واقع نوجوانی بروز میکنه و بعضیش حتی ممکن هستش که خیلی خفیف باشه و در هر سنی بالاتر به 20 30 40 سالگی میرسن خودشون بروز بدن. و باز همه اونا درصد خیلی کمی از بیماری ها رو تشکیل میدن. بخش زیادی از بیماری‌های چشمی بیماری‌های اکتسابی هستند، ناشی از سایر اختلالات بدن. مثلا شما ممکنه توی بدنت یک مشکل زمینه‌ای داشته باشی مثل دیابت. این دیابت میتونه به چشمت بزنه و باعث خونریزی تو داخل چشم بشه، تورم داخل چشم بشه، بینایی افراد از بین میره. این یکی از چیزهای خیلی شایع هستش توی دنیای امروز. یه بخشیش به خاطر افزایش سن هستش. مثلا کهولت سن باعث میشه که لنز داخل چشم ما کدر بشه، دچار آب مروارید بشیم، باعث بشه که زاویه چشم تنگ بشه یا به هر حال اتفاقات در چشم بیفته که دچار آب سیاه بشن. یک بیماری که خب خیلی شایع هستش که میتونه تحت تاثیر داروها باشه، تحت تاثیر شرایط محیطی باشه، خشکی چشم هستش. حالا افراد میتونن با کامپیوتر زیاد کار بکنن، دچار خشکی چشم بشن، میتونن تو محیطی باشن که دائم بهشون باد بخوره، دچار خشکی چشم بشن، یا اینکه اصلا بدنشون به هر حال یک مشکلاتی داشته باشه که اشک کافی تولید نکنه. بحث تغذیه خیلی مهم هستش. سوء تغذیه هم میتونه به چشم مشکل بزنه. یکیش خب شایع‌ترینش سوء تغذیه در مورد ویتامین آ هستش که جاهایی که افراد دچار سوء تغذیه در مورد ویتامین آ هستن میتونن به چشمشون آسیب بخوره، و ویتامین B12. این دو تا شایع‌ترینشون هستن. یک چیزی که خب خیلی تو دنیای امروز ما شایع هست، کسایی هستن که
جراحی های معده انجام میدن که وزن کم بکنن. مثلا افرادی که خیلی وزن بالا دارن میرن پیش جراح متخصص برای اینکه این وزن رو نتونستن با شیوه‌های دیگه کم بکنن. مثلا افرادی که خب وزنشون حالا خیلی بالاست، 200 کیلو 300 کیلو و مثلا معده رو بهش میگن بایپاس معده انجام میدن، اونها دچار اختلال در جذب ویتامین ها میشن و تو دنیای مثلا به خصوصی کشورهای امروزی که خب تغذیه خوب هست، مواد غذایی هست، اینا غذا رو میخوان ولی نمیتونن ویتامین رو جذب بکنن و دچار سوء تغذیه میشن و این سوء تغذیه در ویتامین B12 یا ویتامین های دیگه میتونه باعث بشه که اثر بیناییشون دچار آسیب بشه و بخشی از بیناییشون رو از دست بدن. چیز دیگه ای که خب به چشم خیلی ضرر میزنه سیگار کشیدنه. افرادی که سیگار میکشن میتونه باعث خشکی چشم بشه، میتونه باعث بشه که دچار آب مروارید زودرس بشن و در صورتی که بیماری زمینه تیروئید داشته باشن میتونه باعث بشه که بیماری تیروئید چشمی هم بگیرن. در واقع چشماشون حالا خیلی بیرون زده میشه، پلکا میره بالا و حالت خوشایندی نداره. اتفاقا در مورد خشکی چشم چند تا از دوستان سوال کرده بودن و یکی از دوستان گفته بودن که بعد از اینکه عمل آب مروارید رو انجام دادن دچار خشکی چشم شدن و اصلا کلا حس می‌کنن چشمشون همیشه خسته است. این دلیلش چیه و چیکار میشه کرد؟ ببین کلا هر عملی که انجام میشه مثل حالا لیزیک یا عمل آب مروارید به هر حال یک برشی در چشم داده میشه به شکل مختلف. حالا ممکنه توی femtoLASIK یک لایه‌ای در واقع فلپ ایجاد بشه، توی عمل آب مروارید ما با تیغ جراحی یک برشی ایجاد میکنیم و اون جایی که برش انجام میشه خب در واقع اعصابی هم که توی قرنیه افراد هستش دچار آسیب میشه و خیلی از این خشکی هایی که بعد از عمل افراد در واقع ازش شکایت میکنن ناشی از اون هستش. بخشش هم میتونه به خاطر قفل هایی بوده که در طول قبل یا بعد از عمل آب مروارید یا هر عمل چشمی دیگه استفاده کردن باشه که چشمشون رو مشکل ایجاد کرده باشه و باعث بشه که اون چشم دچار مشکل خشکی بشه. ولی خب راه حل‌های زیادی بسیاره که علتش چی باشه. خب کسی که آب مروارید عمل کرده احتمال خیلی زیاد سنش بالا هستش و تو افرادی که سنشون میره بالا تولید چربی اشکشون کم میشه، چون اشک 3 لایه داره. یه لایه خیلی مهمش لایه چربی هست. مثل پوست شما که خشک میشه شما میرید بهش لوشن میزنید، یه کرم میزنید، یه پمادی میزنید که پوستتون خشکیش برطرف بشه. نمیرید آب بزنید، چون آب بزنید آب خشک بخار میشه و دوباره خشکی بدتر میشه. پس اشک هم همین هستش، باید اون لایه چربیش در واقع به میزان کافی تامین بشه و اگر کم باشه خب این فرد دچار خشکی چشمش بیشتر میشه و خب این کار رو میشه در واقع تو درمانگاه با درمان پیشرفته‌ای که هستش کمک کرد که اون چربی سازی از سر گرفته بشه و دیگه فرد لازم نشه هر 1 ساعت یه بار قطره اشک مصنوعی تو چشش بریزه. یکی از دلایلش اینطور میشه. دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه که باز توی معاینات این رو چشم پزشکان میتونن تشخیص بدن و درمان کنن. اون علت خستگی چشم هم به خاطر همین خشکی چشم هست فکر می‌کنی؟ اغلب اوقات این هستش، ولی خب بستگی داره. باز بعد نمره چشم مشخص بشه. گاهی اوقات اگر که نمره چشم مناسب نباشه و نیاز به استفاده از عینک باشه یا شماره عینک منطبق نباشه با نیاز مریض، گاهی اوقات باعث خستگی میشه. در واقع چون چشم داره تلاش میکنه که با یک لنزی که فوکوس نیستش فوکوس بکنه روی اجسام و این باعث میشه که خب دید افراد یه مقدار در واقع فشار به عضلات اطراف چشم و فشار به کلا کره چشم بیاد و با شکل خستگی و احساس فشار مریض شکایت میکنه. این آستیگمات چشم چی هست؟ چون دقیقا این مشکل من با عینکی که میزدم داشتم و شما فهمیدین که این خستگی چشم و مشکلی که دارم بعد از اینکه عینک رو برمی‌دارم به خاطر این هستش که چشم من آستیگمات نیست و این اشتباه قبلا در واقع نوشته شده برام. ببین اشتباه نیست، شماره چشم انسان متغیره در طول زمان. یعنی نه اینکه بخوام بگم مثلا کسی شمارش 1 مثلا فردا میشه 10، ولی در طول زمان مثل هر اتفاق دیگه که تو بدن ما میفته ممکنه که مثلا حالا افزایش وزن پیدا کنیم، دوپامین بزنه بیرون، لاغر بشیم، گونه ها افتاده بشه.
چشم خب بخشی از بدن داره تغییر میکنه و هر تغییر کوچیک اتفاق بیفته این در واقع شماره چشم انسان هم میتونه تغییر بکنه. یک مقداری از تغییرات جزئی در چشم قابل قبول هستش. یعنی ممکنه شما یه عینکی گرفته باشید در سن 30 سالگی، اگه سال 50 سالگی برید چشمتون چک بشه ممکن شماره‌تون کامل متفاوت باشه و این غیر طبیعی نیست، چون خب این شکل قرنیه در واقع تغییر میکنه. حالا این الان این مشخص بشه نه، یک عکس یک کره چشم در واقع که حالا از وسط بریده شده و داره داخلش نشون میده. خب داخلش که لنز هستش که حالا فعلا کاری باش نداریم. شماره چشم معمولا از دو تا چیز ایجاد میشه. یکی این هستش که این طول کره چشم بر اساس رشد انسان که مثل هر جای دیگه بدن که رشد میکنه، اگر زیاد بشه شماره چشم شما تغییر میکنه، یا اگه کم هم بشه باز همینطور که خب معمولا کمتر نمیشه. قسمت دیگه قسمت قرنیه یا همون شیشه‌ای هستش که روی چشم شما هستش، خارج ترین قسمت چشم هست که اگر دست بزنید سریع سرتون کشید عقب چون خیلی حساس هستش، یا اگر کوچکترین شنی آشغالی به چشتون دچار درد شدید میشه. این قرنیه خب شکلش باید مثل یک برش از توپ فوتبال یا توپ بسکتبال باشه، گرد و منظم. اگر که این شکل به هر دلیلی دچار تغییر بشه و از این حالت کروی بودن به بیضوی بودن تغییر بکنه یا به هر زاویه‌ای که باشه، این بهش میگن آستیگمات. که حالا آستیگمات میتونه تو زاویه 90 درجه بشه، میتونه تو زاویه 180 درجه بشه یا تو زاویه‌های دیگه باشه. حالا چی باعث این میشه؟ یه بخشش خب این قرنیه یک بافت ژله‌ایه، از کلاژن ساخته شده بخش زیادیش، و بر اثر نیروی جاذبه زمین در طول حالا 60 70 80 90 سالی که انسان عمر میکنه، این بخش از این شکل قرنیه تغییر میکنه، چون همیشه داره فشار به سمت پایین میاد، یه مقدار از اون حالت کروی خارج میشه و ممکنه که آستیگمات ایجاد بکنه. یه بخشش به خاطر مالوندن چشم زیاد هست. افراد میگن حساسیت داریم، خسته ایم، خارش داریم، هی چشمشون رو با شدت میمالن و این باعث میشه که شکل قرنیه که خب نرم هست و به خصوص تو سن پایین‌تر از این حالت کرویش خارج بشه، یه مقدار حالا نامنظم بشه. یه بخش هم که میتونه حالا اختلالات زمینه‌ای باشه مثل قوز قرنیه، کسی که حالا به صورت ژنتیکی مشکلاتی داره شکل قرنیه‌اش تغییر بکنه و برای اینها باعث میشه که در واقع وقتی ما میگیم آستیگمات منظورمون هستش که اون کره‌ای که در واقع قرار بود اون مقطعی که روی سطح چشمشون هست گرد مثلا توپ بسکتبال تبدیل شده مثل توپ راگبی شده یا مثلا توپ حالا یک شکل منحنی‌دار شده که در واقع باعث میشه که دید مریض توی یک زاویه خاصی دو تا باشه. مثلا اگه بهش یه دونه یک نشون بدون یک مثلا یه سایه هم کنارش میبینه و این خب حالا در واقع به صورت آستیگمات توی شماره عینک یا شماره لنز لحاظ میشه و مریض با اون درمان میشه. مرسی. تا اینکه از سوالا بود که این مالیدن چشم آیا به چشم آسیب میرسونه یا نه؟ نه این خیلی متاسفانه من خیلی به خصوص کسایی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن، مثلا من دیدم خیلی از این حالا من توی سان فرانسیسکو که بودم و حالا اینجا دوستایی که توی حوزه کامپیوتر ساینس و در واقع مهندسای برنامه‌نویس هستن و نشستن دارن پای کامپیوتر کد میزنن، اینا خب زیاد هستن و میبینی که ساعت‌های زیادی پشت کامپیوتر نشستن دارن با کامپیوتر کار میکنن و خب با شدت چشمشون رو میمالونن و این باعث میشه که دچار مشکلاتی بشن که دیدشون حتی با این هم دیگه اصلاح نشه اگر که این کار رو ادامه بدن. اتفاقی که سوالا هستش که آیا چیکار میشه کرد که کامپیوتر و یا تلویزیون و این موبایل ها کمتر به چشم آسیب برسونه و این عینک هایی که میگن نور آبی رو میگیره آیا واقعا تاثیر داره؟ ولی نور آبی خب این که حالا چجور به چشم آسیب بزنه هنوز توی تحقیقات جواب درستی براش نداریم، ولی خب مسلما نوری هستش که با انرژی بالا هستش و میره به انتهای چشم و سلول هایی که حساس هستن خودشو میرسونه و ما هم در طی تکامل اکسپوژری به یا مواجهه‌ای با کامپیوتر و موبایل و این چیزها نداشتیم، ما برای این ساخته نشده. برای اینکه حالا الان بشر توی 20 سال گذشته 40 سال گذشته میشینه مدام جلوی کامپیوتر و با این وسایل استفاده میکنه، هنوز نمیدونیم که چه اثری میتونه داشته باشه.
ولی به هر حال حذف کردن نور آبی توسط این عینک‌هایی که نور آبی رو حذف میکنن چند تا مزیت میتونه داشته باشه. مزیت اولش اینه که در واقع اینا روی سیکل خواب و بیداری افراد اثر میذارن، یعنی مواجهه زیاد با نور آبی خصوصا قبل از خواب باعث میشه که خواب افراد به هم بریزه و خواب خوبی نداشته باشن. دو اینکه در واقع به خصوص کسایی که مشکلات زمینه شبکیه‌ای دارن، مثلا دچار پیری شبکیه شدن یا سابقه خانوادگیشو دارن، میدونن که اینا حالا مثلا پدرشون مادرشون چشش شبکه‌اش تحلیل رفته، داره هر 2-3 ماه یه بار هی تزریق میکنه تو چشش، خب اینا هم مستعد این کار هستن. پس بهتر هستش که اگر که شرایط شغلشون ایجاب میکنه که با کامپیوتر کار بکنن، از این عینک‌ها استفاده کنن. راه ساده ترش این هستش که برن تو ستینگ موبایلشون، چه آیفون باشه چه اندروید، میشه نور آبی رو کامل حذف کرد، یا اینکه ساعتش رو تنظیم کرد که از یه ساعتی بعد نور آبیش حذف بشه. مثلا من خودم موبایلم از ساعت 7 شب تا 7 صبح نور آبیش طبق تنظیماتی که کردم حذف میشه دیگه. حتی اگر هم قبل از خواب برم تو گوشیم، نور آبی به چشم من نمیرسه، چون این دستگاه خودش نور آبیشو حذف میکنه. و اینو من قبلا توضیح دادم که چطور میتونن کار انجام بدن. بنابراین اینها کارهایی که افراد میتونن بکنن که از چشماشون محافظت بکنن و حالا نتایج تحقیقات هم هر وقت که بیاد میتونیم با قطعیت بیشتر بگیم که آیا واقعا لازم هست جلوگیری بشه یا خیر. ولی خب احتیاط شرط عقل و فعلا میشه این کار رو انجام داد. درسته.